یکی از حوزه‌های فعالیت پزشکانی حوزه تشریع است. وقتی یک جسدی از طریق دستور مقام قضایی به دلیل مرگ غیر طبیعی مثل تصادف، مسمومیت یا خودکشی یا به دلیل اینکه پزشک معالجش نمیتونه علت فوت واسش تعیین کنه به پزشکی قانونی ارجاع داده میشه، بستگان درجه یک متوفا باید برای تحویل جسد به پزشکی قانونی مراجعه کنند. یعنی یکی از بستگان درجه یک با در دست داشتن اوراق هویتی خودش و فرد فوت شده باید به پزشک قانونی مراجعه کنه و تشکیل پرونده بده. پس از تشکیل پرونده، متخصصین پزشک قانونی با معاینه جسد و تعیین علت فوت و صدور جواز دفن جسد رو تحویل بستگان متوفا میدن. البته گاهن ممکنه که در مراحل اولیه علت فوت تعیین نشه و پس از نمونه برداری یا در صورت لزوم دریافت مستندات بالینی یا کیفری علت فوت برای متوفا صادر بشه. یکی از خدمات دیگه‌ای که در حوزه تشریع ارائه میشه صدور گواهی فوته. برخی اوقات بستگان یک متوفا برای انجام برخی از امور اداری مثل بینه یا انحصار وراثت نیاز به گواهی فوت دارند. در این حالت یکی از بستگان متوفا با اوراق هویت رسمی میتونه به پزشک قانونی مراجعه کنه و درخواست دریافت گواهی فوت بکنه. توصیه میشه وقتی که گواهی فوت دریافت شد از اون چند نسخه برابر اصل داشته باشید تا در ادارات مختلف استفاده کنید. توجه داشته باشید گواهی فوت با جواز دفن فرق میکنه. جواز دفن مجوزیه برای دفن متوفا و مؤید اینی که دفن فرد فوت شده هیچ موانع اداری یا قانونی نداره، ولی گواهی فوت مدرکی که نشون میده یک شخص فوت شده.